سلام دوستان، با کانال بهرالعلوم خوش آمدید. درس زبان ترکی رو دوام خواهید داد. موضوع امروزه ما گفتن را، یعنی خانه را، مکتب را. پسوند را در زبان ترکی قاعدهش چنین می باشد: اگر صدایی که آخر کلمه ا باشد، پسوند ما یا اینکه ی می شود. اگر صدایی که آخر کلمه ما یا که ای باشد، پسوند ما ای یا اینکه ی می شود. اگر صدایی که آخر کلمه ما آ یا اینکه او باشد، پسوند ما او یا اینکه یو می شود. اگر صدایی که آخر کلمه ما یا دا او باشد، پسوند ما او می شود یا اینکه یو می شود. یا در اینجا حرف یی که در قوس میبینید در حالت میاد که حرف آخر کلمه ما صداناک باشد و در آن حالت یی کمکی را میاریم. پردازیم به مثال ها. مثال اول کلمه پارک. اگر گفتنی باشن که پارک را پارک میگوییم. کلمه اف خانه. اگر خانه را گفتنی باشیم اوی. کلمه okul یعنی مکتب. مکتب را گفتنی باشیم okulu. کلمه süt یعنی شیر. شیر را گفتنی باشیم sütü. کلمه oda یعنی حجره. حجره را گفتنی باشیم odayı. چون که میبینید یک کمکی اومد در اینجا به خاطر که کلمه oda با حرف صداناکی ا تمام شد. کلمه فاره یعنی که موش. اگر موش را گفتنی باشیم فاره ای میگویم، برای که کلمه فاره با حرف صداناکی ا تمام شد. برای همین حرفی یی کمکی اومد. رحمت برای وقتتان. لایک مانید، ابونه شوید، زنگوله را زیر کنید و سلامت باشید.